چیز نداشت و هیچ کدام کمالات دیگر را کمایی نکرده بود. اینجا که پس میامد سری ملا انتقاد میکرد. ملا صاحبم چی را خوانده بود؟ اما بزرگ ملا خلاصه را خوانده بود، دیگه چیزا نه. که میگفت ملا صاحب چرا پیغمبر 9 زن نکاح کرده؟ او خو شهوت پرست نبود، دیگه اومد تا 4 زن اجازه میده و 9 زن نکاح میکنه. این بیچاره خو نخوانده بود، نه تفسیر دیده بود، نه حدیث دیده بود، نه معلومات دینی داشت. پوتی کرده در پدری و بچه میگه که بچه‌ت خو گمراه شده والا. خلاص پدر بیچاره دیگه ملا صاحب گفته، بس بچه را میگفت که برو تو رفتی گمراه شدی دیگه در خانه‌ام نبیا. او دیگه هم عقده گرفت، او دیگه هم رفت قطی کمونستا یک جای شد. گفت فهم از دست اینمی حالاتی ما بود. نکنه ارتقای علم دین فرض است، فرض. و عد لهم ما استطعت من قوة، یکی از جمله قوت های اینمی دانش و علم ماست. این فرض است سر ما، درس قرآن و حدیث سر ما فرض است که ما برش بشینیم یاد بگیریم. بچه دختر بدون اجازه پدر و مادر در درس قرآن و حدیث بالکل شریک شده میتونه. زن بدون اجازه شوهر بالکل شریک شده میتونه. چرا؟ از فرایض است. امروز باید لااقل دین خود حمایت داشته باشیم. هیچ چیز وجود نداشت، هیچ چیز. قرآن برای ما چی میگه؟ حتی در کشتن هم سقیف باشه، با بسیار مهارت و زیرکی کار کنه، همونطور سرسرته نه. ترجمه قرآن خواندی من میرم کافرم میکشم، خود دگیر بده، 100 نفر دیگرم قطی خود دیگه هم دگیر بده، برید از زندان پرتی خدا. یک دفعه فکر بکو کدام عمل و برنامه ما کامیاب است، مفید به اسلام است، چی نتایجی را در دست آورده میتونم. اسلام برای ما امر نعوذ بالله سطحی و سرسری نمیکنه. سقفتموهم با بسیار زیرکی، مهارت، خوب مطالعه بکن ما حوله، بعد از او تصمیم بگی، بعد از او تدبیر بگی که تدبیری تو قطعا ناکام نباشه، کامیاب باشه. عملیاتت، حرکتت بالکل نتیجه بخش باشه. ولی اکثر مسلمان ها به یک شعار خود مرگ 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 مرگ، با مرگ چیزی نمیشه. در ترجمه امام گاهی بعضی دوستا ناری تکبیر میگن، ناری تکبیر نگوی، ناری تکبیر در سنگرهای کو گفته میشه. اینجا دیگه ناری تکبیر نگوی. خبر شدی خیر ببینی؟ اینجا ناری تکبیر نگوی. اینجا فقط بشنوی که قرآن چی میگه، به احساسات نبیه. مسلمانای متفکر با اندیشه باشه، بسیار آرام، خیلی احساساتی نباشه که اله اینطور شد. چی میتونیم امی قدر محبتی که با دین داریم در دین از کدام ناحیه خدمت کرده میتونیم. مولی متوکل اگر امیالی برای بیرون او مردم بخیزه، اونا یک دانه موتر امریکایان بیا گردش بگیریم، 1-4 نفر را شاید کشته بتانیم. صحیح است؟ خب بعد از اون ما گرفته شم هیچ کی نکشه ما را، ما کجا میرم؟ در زندان قرار شد. حالی این درس ها را از کجا یاد گرفته میتونسته؟ بس خلاص شد دیگه. گپ مومن هیچ وقت قدم خود بی اندیشه و فکر نمیگذاره. یادتان باشه این را خوب بفهمی. قرآن امی درس برای ما میده، وقتلوهم، بکش کفارا. خوی تو نی سرسری وادی هر جای، حیث سقفتموهم، در او جایی که شما به بسیار زیرکی، به بسیار هوشیاری واره پیدا کرده میتونی. دقیق شوی کدام جای مناسب است، چه قسم جای ما باید عملیات بکنم، چه وقت مثمر است، چه وقت نتیجه داره. تا این تلاش هم باش که خدا نمیکشم، خودمان باید نجات پیدا بکنم، دشمنم از بین ببرم. این خو نیست که خدا بکش، هر رقم که است. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بکشیشه از او جایی که شما را کشیده، شما را مجبور به هجرت کرده. ایرا الله تبارک و تعالی عوامل حرکت جهاد میگه. جهاد چرا شروع شود؟ جهاد چی انگیزه داره؟ جهاد به این تو را به دینت نمیمانه. قانونی که تو میخوای او را نمیخواه که در اینجا پیاده شود. تو را از خانه و ملکت مجبور ساخته برو حرکت کو، نباش. پیغمبر علیه السلام مجبور کرده بود صحابه را، حتی حق زندگی در خانه خود نداشت. چی میگفت؟ میگفت لا اله الا الله، دیگه هیچ گپی نبود. لا اله الا الله، با لا اله الا الله تو را نمیمانه. الله برات میگه کی بکشه. این قوانین اسلام خود تقاضا میکرد که صحابه بسیار احتیاط میکردن، سخت احتیاط میکردن. از همون خاطر بعضی ماهای حرام بود، در او جنگ کردن نادرست بود. بعضی جاهای حرم است که در اونجا جنگ کردن نادرست است. از او خاطر صحابه کرام حیران بودن که آران اگر تعرض سر ما شوه، در طور مقامات در حدیبیه آمدن به نیت عمره، کافرات داده میرو رفتن نمیمانیم تا نه.
عالی کس که تو را نگذاره که اعمال عمره را که طواف است، سعی در بین صفا و مروه است، در لباس احرام آمده ای، احرام تقاضا از این داره که ادناترین مخالفت هم اخلاقی هم نمیکنی، مخالفت اخلاقی هم نمیکنی، اما وا تو را نمیمانه. منزل هم کرده این از مدینه منوره تا اینجا را پیاده آمده ای، تو را نمیمانه. خب پیغمبر علیه السلام اونجا از احساسات کار نگرفت. یک تعداد صحابه همی میگفت که ای پیغمبر ما حق هستیم یا نه؟ چرا این شرایط بپذیریم از صلح؟ عمر رضی الله عنه از همون جمله کسا بود. یک دفعه پیش پیغمبر آمد، بعد از دو پیش ابوبکر رضی الله عنه میگفت که ما حق نیستیم، که شرطایی که صلح حدیبیه مانده شده بود یقینا زیر ما و تو هم نمیپذیرفت. مسلمان کافر شود، مرتد شود، نعوذ بالله، رد نشود. اگر کافر مسلمان میشه پس در دستی کافر بدیشه، عجیب نیست. بسیار سخت است، شرایط بسیار سخت است، اما پیغمبر زیرک بود. پیغمبر میدانست که عالی موقع جنگ است یا روزی دیگر. کدام روز عالی دمو فرصت میتونستن صحابه شهادت میخواستن، یا مسافر بودن، در حالت احرام بودن، اسلحه زیاد نداشتن و این مردم منطقه محاصره میکرد، یکیشام زنده نمیرفت. پیغمبر میدانه که ما کدام موقع صلح است، کدام موقع جهاد است، از او خاطر صلح را کرد. خو الله برای صحابه کرام میگه والفتنه اشد من القتل. کسی که جنگ قتل شما میکنه فتنه خیلی سخت است از قتل کرده. 15 معنا برای فتنه ذکر میشه، 15 مفسرین ذکر میکنه. چند معنا؟ 15. اینجا کدام معناست؟ به زور برگردانیدن مسلمان طرف کفر. کفر به زور مسلمان بگردانی، این را به نام فتنه یاد میکنه. یک معنا. شرک مشرکین در سرزمین اسلام است و باز هم شرک میکنه، این را فتنه نامیده. فتنه پرده‌دری او مقاماتی که الله او را محترم قرار داده، بیعزتی کردن او مقاماتی که الله محترم قرار داده، او مایی که الله محترم قرار داده و وعده قصیش نیسته. بس یا فتنه اینجا عذاب آخرت است، یا فتنه کشیدن از خانه هاست. این معناها را یا قید کردن مسلمان هاست که زیر شکنجه میاره. کلی معانی فتنه در داخل است و همینجا بالکل درست است. قرآن انگیزه داد به مسلمان ها که مسلمان ها ولو که سرزمین حرام باشه، ولو که مای حرام باشه، خو وقت کافر ایما را در نظر نمیگیره، ای جای در نظر نمیگیره، یا برو عزت تو را در نظر نمیگیره، این مسلمانی تو را به زور برمیگردانه طرف کفر، باز تو قرار بشی؟ نه، اسلام در این طور موقع بری تو اجازه میده که بالکل مقابله شروع بکن. والفتنه اشد من القتل. فتنه خیلی سخت است از قتل کرده. ولا تقاتلون، بله آغاز جهاد از شما نباشه تا وقتی که تعرض از وان نشود. در ماه حرم و در سرزمین حرم آغاز از شما نباشه. چرا؟ شما از واکد اولاتر به احترام سرزمین حرم هستی، شما از واکد اولاتر به احترام ماهای حرام هستی. یک آدم در مسجد قطع تو جنگ نداره، تو چرا قطع جنگ داری؟ مسجد خود جای عبادت است او تو خیلی احترام برش قائل هستی، تو جنگ نکن. چقدر درس عظیم است. یک نفر دمی مسجد دو دشنام قطعت میده، تو مسلمانی واقعی استی، خودت چاندی مسلمان میگی، او را فاسق و فاجر میگی. او دو دشنام میده، تو برش میگی ما قطع جنگ نداریم. در مسجد حتی آواز خود سرت بلند نمیکنم. برو. تو باید امی موقع احترام از یاد داشته باشی. امی ماه مبارک رمضان است، جنجال بری خود جور نکن. اکثر مردم ها گشنه توشنه می باشه زود دیگه عصبانی میشه. نه، ده یادت بیار من مسلمان هستم. این ماه رمضان است. در ماه رمضان پیغمبر برای ما گفته که مردم بر دشنام میده، پایچه را بر میذاره به جنگ پایچه را بر میزنه، تو برش بگو این نسای من چیستم؟ اینی طور بگو. اینی به اخلاق اسلامی میگه. اونجا هم بی اخلاق مراعات بود. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. جنگ نکنی امرایشان در بنزد مسجد حرام. مراد از مسجد حرام کلی حرم است. حرم بری خود نقاط نشاندار داره که در اونجا کسی داخل میشه شکاری از اونجا شکار نمیتونه، در اونجا جنگ جدلی گپار نمیتونی. حتی یقاتلوکم فیه، تا ای که اون مردم جنگ شروع بکنه امرای دمی جای حرم قطع شما جنگ شروع کن. که جنگ شروع کرد حالی شما از خود دفاع میکنی. سیست که این حرم است، قابل احترام است، لیکن به احترامی حرم اول چی کرده؟ وا کرده. فین قاتلوکم،
اگر شما اگر جنگ کردن امروی شما و شروع کردن فقتلوهم، آلی باز نگوی که اینجا حرام است کشتن جایز نیست، بکشیش، چرا که شما دفاع میکنی از خود. کذالک جزاء الکافرین، کافر که وقت خود تلاش میکنه خود در معرض قتل میاره، جنگ میاره، تو دیگه چی مانده ایشه؟ خانه تا پایمال میکنه، ناموسی تا به عزت میکنه، مسلمان زیر شکنجه گرفته، انواع ظلم ها را روادار شده، تو باز قرار برش سعی بکن؟ ها؟ تو باز برش سعی نکن. در این مورد بسیار مردم ها مورد امتحان قرار می. در هر مملک اسلامی کفار آمده، امی مسلمان ها قطعی از یا کار میکنه، با چشم سر میبینه به عزتی خواهر خدا، با چشم سر میبینه به عزتی برادر مسلمان خدا، با چشم سر میبینه که این کافر چقدر دین توهین میکنه. اما این قرار نشسته است، این را یاد داشته باشه، در پیش الله رفته نیسته. قرآن براتان میگه که در این طور موقع باز لحاظش نکن. لحاظ که تو کرده بودی به خاطر که این لحاظ میکرد، حالی این لحاظ نمیکنه، نه از حرم تو، نه از مای حرام تو، نه از تعهد و صلح و پیمان تو. کسی که از صلح و پیمان تو لحاظ نمیکنه، تو چی پابند همی صلحی از دوستی، بعد وقت از بین ببری. یک مردا پیدا میشه، واقعا در ممالک مختلف همینطور مردا پیدا میشه که مجرد پای خود خارجی کج میمونه، میگه کج نمان که باز در جهنم روید میکنم. این میشه و فین انتهوا، اگر قرار شدن من شدن، این دو قسم است، جنگ نکردن یا اسلام آوردن، فإن الله غفور رحیم. چقدر اسلام قطعی کسی دشمنی ذاتی نداره و ذاتشون دشمن ما نیست. الله میگه اگر قرار شدن جنگ نکردن اسلام آوردن، بس دیگه الله بی قدری اسلام از واره نداره. الله غفور است، بخشش میکنه گناه های سابقیشه، رحیم رحم میکنه آیندهشه، نعمت های زاید الله برش میده. اسلام دروازش باز است، به هیچ نوع آدمی که گناهگار است او را مایوس نمیسازه. باز الله میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. جهاد تا کی است؟ مدت جهاد الله برای ما بیان میکنه. انتهای جهاد کی میشه؟ جهاد کی ختم میشه؟ قرآن میگه و قاتلوهم، جنگ کنی امرای کفار، کل کفار، یا دو زمان تنها کفار بکه، حتی لا تکونه، تا که باقی نمانه، فتنه. چی باقی نمانه؟ فتنه شرک میگه، شرک باقی نمانه، چرا که گندگی است، جامعه ملوث به این گپا میشه، مردم با آزادی دین خدا تفکیک کده نمیتونه. بد نباشه اگر مراد کفار مکه باشه، به دیگه کفار اینطور حکم نیست. دیگه کفار حکم اینطور است که اگر با امرای عقیده کفری خود قانون عمومی اسلام قبول داره و آزاد هستند، مراسم دینی خود انجام بده، اسلام قطعشان سر و کار نداره، اما در قانون عامه پابند نظام اسلام هستند. شرایط داره اسلام که مراسم مذهبی خدا باید پنهان انجام بده، ایره خیلی آشکارا و ظاهر نکنه. با تاسف که در این روزگار و در این عصر با اینمی مردمایی که به عقیده نعوذ بالله غلط و نادرست است و بسیار به سطح بزرگ حتی مسلمانات در او مراسم قطع شریک میشه. در مراسم مذهبی اون دعا مردم مسلمان ما رفتن شریک میشه، نعوذ بالله، و ایره افتخار میدانه. ایره چی میگه؟ ولا قطعی از جا همسایه هستیم. در جشن کافر شریک شدن تشبه به کافر است، عزت دادن به کافر است و الله تو را از این گپ منع کرد. موالات به کفار حرام است. تبریک دادن و خوشحالی کردن برای ازوای خود کفر است که تو را خوب بگوی، نعوذ بالله. امروز مردم پیام روان میکنه، روزی که رسمه چی میکنه؟ بگوی تبریکی میگه. عجیب است، کدام اسلام هستی؟ هر کسی که باشه در دین برای کفار اینطور عزت داده نمیتونه. در مورد عام کفار بود، در مورد کفار مکه دو امر بود، یا اسلام بپذیره یا فقط قتل شود، جهاد بکنن، خلاص قتل جهاد شود، دیگر راه نداره. چرا؟ این مرکز اساسی اسلام است، در اینجا هیچ نوع شرک باید باقی نمونه. این مرکز اسلام است، در مرکز اسلام کفار باید دیده نشود. مردم خوب بدانه که این مرکز اسلام است، این نظام اسلام است. حالی در حرم مردم میبینه، میبینه که واقعا اسلام چی را میگه و اسلام کدام دین است، کدام نظام است. اگر عام کفار باشه، برای ما جهاد انتهایش الله اعلان میکنه و قاتلوهم، جهاد کنه امرای کفار، حتی لا تکونه، تا که باقی نمانه، فتنه شرک، آلودگی که مردم نعوذ بالله نظام الله را نمیپذیره، به مخلوق پرستی را میکنه،
فتنتون اینطور حالات باقی نمانه که مسلمان ها زیر فشار کافر باشه، با زور وارد دور داده طرف کفر میکنه. و یکون الدین لله، غلبی دین بالای تمام ادیان برای الله باشه. تا همون وقت تو مسلمان باید آرام ننشینی. امروز مسلمان ها کلش زیر فشار است، در هر جای شکنجه میشه. زندانای تعذیبی برای مسلمان ها در هر مملکت اعلان شده که در کل بشریت نظیر نداره. حتی حقوق انسانی پایمال میشه. انسان ها را من حیث چارپای نعوذ بالله در قفصا نگاه میکنه. وقتش آن معامله میشه که قطعا انسانیت و وجدان قبول نداره. بازیا میخیزن میگه نقض حقوق بشره. آن جنایاتی که مردم میکنه به ما و شما خو معلوم نمیشه. کی او را فیلم گیری کرده؟ خو کسی که بندیخانه را تیر کرده از پیشش سوال بکن که چه حالت بود، چقدر بیعزتی و انسانیت پایمال بود در اوجه. بود یا نبود؟ خو این بازخواست از این مسلمان هم میشه که امی مسلمان دگیر داده. از این مسلمان در روز قیامت الله سوال میکنه با کی دست داده بودی، کی را دگیر داده بودی، چی کار کرده بودی. این باید بگه افتخارانه بگه که مسلمان دگیر کافر دادم و او کافر نعوذ بالله سگ سر شیلا کرد. نعوذ بالله. شما تصویر خواهری را میبینید در فلسطین که خواهر از سگ نعوذ بالله سرش خیز میکنه. به الله قسم که کسی مرد مسلمان باشه خواهمی گپا را ببینه بسش هست همی قدر. به الله قسم اگر نعوذ بالله غلامی کافره بکنه. خیر است اگر او دختر و زن فلسطینی است، مسلمان است، چادر سیاه داره، چادر علامه اسلام داره، تو غیرت داری؟ چطور است؟ از بنده ها سوال بکنی که چی معامله قتل شده، چه قسم کارا قتلش صورت گرفته. به الله قسمه که 1000 حج بکنی، 1000 مدرسه و مسجد هم آباد بکنی، خواهی را بدانی که اگر این کار کرده باشی الله از پیشت سوال میکنه. این را بدانی اسلام همیطور غیرت بری تو نصیب کرده بود که خوش داشته باشه که در شب در خانه برادر مسلمانت و زنی که تا آلی را روی شافتاب ندیده کافر بره تلاشیش بکنه او در شو تلاشیش بکنه. این کدام وجدان است، کدام اسلام است، کدام غیرت است که قبول کنه؟ به الله قسم اگر قبول بکنه. قرآن نمیگه پاره برای ما میگه، برای ما میگه جهاد کنه تا که فتنه باقی نمانه و یکون الدین لله، نظام الله باشه، نظام الله غالب شوه. شما جهاد کنه، ما را میگه که جهاد کنه، ما مامور هستیم به جهاد. فتنه باقی نمانه، مسلمان شکنجه نشوه، مسلمان به زور دور داده نشوه. امروز همون گپا هست یا نیست؟ مسلمان شکنجه میشه نمیشه؟ خیر است در افغانستان شما یک کمی گردنایتان بلند گشت روس شکست داده. مسلمانای چچن چطور است؟ حال مسلمان ازبکستان چطور است؟ حال مسلمان ارزوگوینا و سربیا چطور است؟ حال مسلمانای فلسطین چطور است؟ حال مسلمانای کشمیر چطور است؟ در کدام حالت زندگی دارن؟ چه قسم میکنه؟ امروز در ممالکی که خیلی پر امن بود، ممالک عربی، مسلمان ها چی رنج میبینه؟ چطور تشنجات و انقلابات است که از 4 نفر ملحد در یک مملکت عربی پشتیبانی صورت میگیره. از 4 نفر ملحد فساد پیشه یا حقوق بشر مراعات میکنه. روزی که از مکریان زن خدا منداخت از 4م طبقه خدا در مرگ آماده کرده بود از دستی امی گرگ صفتا و امی نعوذ بالله حیوان صفتا. حقوق بشر کجا بود؟ سازمان بین الملل کجا بود؟ خدا هر جایی که مسلمان سر بالا میکنه باز حتما برش دستیسه جور است، حتما برش دست از حقوق خود که دفاع میکنه تروریست مینامشه. عجیب است. با خدا فریب ندیم، وجدان خدا فریب ندیم. او جنابا در هر مملکتی که زندگی میکنه کتاب الله را متوجه شوی. الله از پیشتان سوال میکنه. این آیت ها برای ماست. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اگر در هر سرزمین اسلام کافر شکنجه میکنه مسلمان، کل مسلمان مکلفیت داره. داره یا نداره؟ کل مسلمان مکلفیت داره که مسلمان در تعذیب کافر نباشه. خب ما امی کافر آمد مرزبندی کرد ما را. ای پاکستانی افغانستان از ترخم به او طرف جهاد نیست، از ترخم به این طرف جهاد است. اگر طاغوت اینجاست خو اونجا هم است، اگر کافر اینجاست اونجا هم است، اگر عملیات اینجاست اونجا هم است.
چطور شده میتونه از سرحد طرف جهاد حرام، از سرحدی طرف جهاد باشه؟ چرا؟ تعجب خودریج است. ما از کی گله بکنیم؟ از مسلمان گله کنیم یا از کافر؟ برای ما چی میگه؟ چی هدایت داده میشه؟ قرآن خو میگه که جهاد است تا که فتنه باقی نمانه. مسلمان که شکنجه میشه بس دیگه در هر نقطه جهان شکنجه میشه، سری مسلمان جهاد فرض است، باید بروه. فین انتهوا، اگر قرار شدن جنگ نکردن یا اسلام آوردن، فلا عدوانه، نیست تجاوز، الا علی الظالمین، مگر بالای کسایی که و ظالمین هستند، به انصاف مشرکین هستند. دیگه وقتا تجاوز است. تعبیر به تجاوز کرد، اگر چی تجاوز نیست، تعبیر به تجاوز به خاطر کرد که وا تجاوز کرده، تو انتقام از او میگیری. مگر بالای کسانی که ظالمین هستند، یعنی آغاز کننده قتال و جنگ و نمو مردم هسته، اولی شما سرش تجاوز میکنی. الشهر الحرام بشهر الحرام، بعزتی بحرمتی، ماه حرام بشهر الحرام، در مقابل بعزتی ماهای حرام است. یعنی اگر وا بعزتی ماهای حرام میکنه، شما مجبور هستی که در اینجا جنگ بکنه، اگرچه بعزتی ماهای حرام میشه، ولی بنابر مجبوریت است. و شروع کرده جنگ. والحرمات قصاص، والحرمات امور معزز، چیزهایی که تبادله است، قابل تبادله است، لحاظ و عزتمندی شما بالکل برابر است. اگر وا لحاظش میکنه، عزتمندیش داره، شما هم داشته باشید، قطعا تعرض نکنه. اگر وا لحاظ عزتمندیش نمیکنه، مجبور استی شما دفاع بکنه. فمن اعتدى علیکم، کسی که سر شما تجاوز میکنه، فاعتدوا علیه، شما بدل بگیری. اینجا تجاوز کردن نیست، بدل گرفتن است. فاعتدوا علیه، بدل بگیری، علیه در مقابل تجاوزی از و بمثل ما اعتدى علیکم، به مثل آن چیزی که تجاوز کرده علیکم بالای شما. اگر در ماه حرام است، در ماه حرام مجبور استی شما انتقام از او بگیری، مقابله بکنی. اگر در سر زمین حرام است، شما ممتور بکنی، الله براتون اجازه داده. واتقوا الله، در تمام مسائل ای مسلمان شما از الله بترسی، قوانین الله را در نظر بگیری، از حدود تجاوز نکنی، در هر موقع آداب شرعی را در لحاظ داشته باشه. وعلموا، بدانه، ان الله مع المتقین، الله تبارک و تعالی همراه متقین است. چه رقم همراه متقین است؟ همون رقم که لایق شان الله است. فضل و احسانش همراه متقین است، نصرتش همراه متقین است. قرآن نصرت خود همراه متقین اعلان کرده، همراه هر کس نکرده. ما مسلمانای تذکیری محضی که از مادر و پدر تولد شدیم، دیگه هیچ چیز نمیفهمیم. در 5 وقت نماز، یک نماز هم میرم مثل نول زدن مرغواری میخوانیم، باز میگیم کلی امتیازات اسلام باید به ما باشه، ما باید غلبه داشته باشیم. کدام؟ قرآن خود نصرت خود اعلان میکنه، الله به امرای متقین. ما واقعا تقوا را پیشه کردیم، تقوا را میشناسیم، قدم خود چه قسم مانده. و انفقوا فی سبیل الله، خرج بکنه در راه الله. ولا تلقوا بایدیکم، نندازه به دست خود الی التهلکة، در هلاکت. و احسنوا، احسان بکنه، کارای نیک نیک بکنه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، یحب المحسنین، دوست داره کسایی که احسان میکنه. ستون فقرات جهاد و مقابله انفاق فی سبیل الله. مقابله با کفار در هر میدان ضرورت به انفاق داره، که انفاق نباشه هیچ مقابله نمیشه.